دلیل‌های تاریخی و علمی درباره جشن سده و پیدایش آن چنین هستند که جشن سده از قدیمترین جشن‌ها و تا از نوروز هم قدیمتر است. با کدام سبب؟ با آن سببی که تا پیدایش جشن نوروز نیاگان ما حتی تا پیدایش دین زردشتی و تالیف کتاب اوستا نیاگان ما آفتاب یا خورشید را پرستش میکردند و یک اعتقاد هم وجود داشته بود از شکلی ابتدایی دینی هم با نام مهرپرستی. اول اینکه جشن سده رو در عقیده های مردمی باستان یک اندازه تابش و جنبه های اسطوروی افسانه‌ای میدین. مثلا اگر جشن نوروز به یک از شاهان پیشدادی به شاه جمشید نسبت داده شود یا مثلا جشن مهرگان به شاه فریدون نسبت داده شود، برعکس اون مثلا جشن سده رو مربوط میدین به شاه پیشدادیان هوشنگ. یکی از مهمترین سرچشمه‌های خطی که درباره پیدایش جشن سده اطلاع می‌دهد البته این شاهنامه ابوالقاسم فردوسی می باشد و طبق شاهنامه فردوسی که این اطلاع از خدای نامک به شاهنامه گذشته است، پیدایش جشن سده به شاهنشاهی پیشدادی هوشنگ مربوط است. یعنی میگن که هوشنگ وقتی که به شکار می رود، ضمن شکار به او مار هجوم میکند، حمله می‌آورد و از ترس جان و برای حمایت خود سنگی را میگیرد و به سوی مار هوا میدهد و در نتیجه برخورد سنگ به سنگ دیگر آتش به وجود میاد که همون آتش باعث از مرگ نجات دادن هوشنگ میشود. یعنی از یک جانب مار در آتش میسوزد و از جانب دیگر نخستین بار کشف آتش میشود و آتش به وجود میاد و همین سوختن آتش هم گرمی هم نور هم ضیا میدهد و هوشنگ سپارش میدهد که همین جشن رو تجلیل نماید. جشن سده آغاز کشف آتش است. به این خاطر فردوسی میگوید که نشد مار کشته ولیکن زیراز. کدام راز است؟ راز کشایش آتش. تا آن زمان مردم به آتش، به گرما، به نور، به روشنایی دسترسی نداشتند. بنابراین کشف آتش یک پدیده نادرترین برای بشر اولیه بود. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بس باد چون او دیگر شهریار. درباره واژه سده باشد هم فکرهای گوناگون موجود است و آن را به رقم 100 مربوط می‌دانند بعضی عالمان، دیگر هم به واژه 100 که واژه 100 در زبان اوستایی به معنای طلوع و برق می باشد. نقلی هست که و ما می دانیم که دشمن اساسی فریدون این ضحاک عرب تبار بود و معلوم است که در کتفهای ضحاک ماران بودند که هر روز 2 انسان را قتل می‌کردند و مغز سر این آدم‌ها را برای خوریش برای این مارهای ضحاک پیشنهاد می‌کردند و همان نفری که مسئول بود برای قتل رساندن 2 انسان هر روز 1 انسان را نجات می‌داد و وقتی که فریدون بر ضحاک غلبه می‌کند او این نفر مسئول را سرزنش می‌کند که تو هر روز 2 نفر را برای ماران ضحاک قربانی می‌کردیم و این شخص مسئول به فریدون جواب می‌دهد که من از این 2 نفر 1 نفر را نجات می‌دادم و فریدون به گپ این نفر باور نمی‌کند و اون شخص مسئول می‌گوید که در کوههای دماوند این انسان‌ها پنهان هستند و وقتی که شبانه بر آنجا می‌روند اون نفرهای زنده مانده مشعل می‌افروزند و از اینجا جشن سده پیدا می‌شود و شکل می‌گیرد.
ҷашни сада дар қатори дигар ҷашнҳои бузурги мо ҷанбаи асотирӣ дорад. яъне гузаштагони мо дар он замонае ки на техникаву технология тараққӣ карда буд, дар ҳамон замон аллакай кашфи аниқ дақиқи ҳодисаҳои гуногуни табииро дарёфтанд, ки вобаста ба минтақаи мардуми ориёи табор аст. Масалан, ҷашни наврӯз баробаршавии шабу рӯз аст. хуб ба ибораи дигар бигирем, агар ҷашни меҳргон дар мавсими дигари баробаршавии рӯз дар охири фасли яъне мавсими тирамоҳу тобистон аст. ва баръакси он акнун бибинед ки дар ҷашни сада бошад ба авҷи аъло ё ба қавли дигар ба кулминатсия расидани мавсими сармо аст. яъне бо афрӯхтани оташ ҳамун деви сармо ё қуввои сардиро сӯзонданӣ мешаванд ва рӯ ба беҳбудӣ ба гармӣ мояд. ва аз ҳамин шабрӯз агар аҳамият диҳем ки анҷоми чилаи калон ном дорад дар фарҳанги мардуми тоҷик. инҷо ҳам як дараҷаи дигари табдил ёфтани ҳодисаи табиӣ аст, ки аллакай якбора баъд аз ҷашни сада, яъне баъд аз ҳамун 10 баҳман моҳ сардии ҳаво оҳиста паси сар мешавад, оҳиста рӯ ба беҳбудӣ ва ба гармӣ омада мерасад. яъне ин ҳам ҳодисаи тағйирёбии иқлимӣ, тағйирёбии табиат аст. باید قبل از همه یک مطلب را همیشه خاطر نشان کرد که این جشن با زندگی مردم ایرانی تبار، فکر میکنم در آغاز مردم کوچی ایرانی تبار خیلی ارتباط ناگسستنی دارد. اون زمان است که انسان آتش را به عنوان یک وسیله هم برای پخت و پز و هم برای گرمی و غیره کشف کرد. وابسته با اون است. ببینید که انسان ها در مبارزه با نیروی شر در زمانی که خنکی طاقت فرسا جای خود را با گرمی میدهد خوشحالی میکنند با دو سبب. یکی خوشحالی از آن میکنند، یعنی از خداوند سپاسگزاری میکنند که اون سردی و خشونتی به انتهای طبیعی پشت سر شد. و دوم با او گویا که همدلی و همپیمانی خود را نشان میدهند که ما ببینید آماده هستیم. به همین خاطر گلخنهای بزرگی می افروزند که مهمترین سمبل، مهمترین نماد جشن سده همین گلخنهای بزرگ است. طبق نوشته میسکاوی در سال 936 میلادی که این مرادف است با سال 323 هجری قمری، یکی از امیران یا شاهان آریاتبار با نام مرداویچ زیاری یک در ساحل دریای زنده‌رود که آن را زرین رود هم میگویند جشن سده را با خیلی بزرگی تجلیل می نماید و چگونه آن را جشن میگیرند. و مرداویچ فرمان میدهد که برای تجلیل جشن سده در سال 936 از جانور زیاد قربانی کنند و یک سرفه بزم شاهانه را تشکیل نمایند. و علاوه بر این مردم زیاد به جمع آوری هیزم خشک مشغول میشد و از این هیزم یک تپه بسیار بلند را آنها تشکیل میکنند و با امر مرداویچ این گلخن افروخته می شود. عنصری میگد که سده جشن ملوکی نامدار است، ز افریدون و از جم یادگار است. یعنی که اینا میبره به فریدون، شاه فریدون و به جمشید میرساند. اما حقیقتش همون است که هرچند که روایت است همون اسطوره سنگ را به سنگ زدن هوشنگ است، پیدایش آتش است. چون سده ما میدونیم که اصلش یعنی که جشن آتش است، غلبه نور است بر ظلمت. در زمان مسعود غزنوی که اینا خودشون حامیان شریعت بودن، حتی در زمان غزنوی ها این سده تجلیل میشده است. میگه و یادآوری میکند یک حادثه را که در دوران مسعود غزنوی برای جشن سده آتش برافروختند که تا 37 فرسنگ
انا شعله آن در اطراف و اکناف دیده میشد. در عصر 11 طبق سفارش سلطان غزنوی مردم زیاد به جمع‌آوری هیزم مشغول می شدند و از این هیزم که آنها بیشتر از همون رستنی گاز جمع‌آوری می شد یک گلخن بزرگ می افروختند و یک مراسم دیگری که وابسته به همین تجلیل جشن صده بود همین است که با افروختن گلخن صده در اینجا بعضی پرنده های صحرایی را آنها دستگیر میکردند و آنها را نفت اندود میکردند یا که در پایهایشان خس و خاشاک خشک را میبستند و آنها را زنده به زنده آتش میزدند و رها میکردند. و باید بگویم که آتش افروزی صده همیشه در شامگاه یا شب عملی میشد. در آثار الباقیه درباره صده معلوماتی داده است که البته بیشتر به روایت شباهت دارند و او معنی صده را رمزگشایی میکند و میگوید که چون نسل اولی بشر ابوالبشر کیومرث به 100 رسیدند یا نسل مشی و مشیانه نخست آدمانی که در فرهنگ آریایی نامگذاری شدند به 100 رسیدند یا که نسل آدم و حوا که در فلسفه اسلامی هست آدمان نخستین به 100 رسیدن، بنابراین این روز را صده جشن گرفتند. از همه نکته علمی و درستش همین است که از 10 بهمن تا جمع‌آوری غله یعنی حاصل 100 روز باقی میماند و حتی در موضع‌های امروزه تاجیکستان و خصوص در موضع بهارک امروزه ناحیه شاهین منطقه کولاب جو یا غله نسبت دیگر موضع‌های ختلان از همه پیش حاصل می‌دهند. جشن صده مربوط به کشاورزان و دهقانان است. یعنی در گذشته وقتی که دهقانان جشن صده را تجلیل می‌کردند، ایامی مثلا با موسم سرما انجام پذیرفتن فصل زمستان را دریافتند، آنها جشن صده را سازمان می‌دادند و پیران روزگار دیده که دهقانان بودند در شب جشن صده خرسندی می‌کردند و مردم با باوری کامل می‌گفتند که الکی زمستان با سردیش خلاص شد، شما از گرسنگی، از نداشتن غله، از نداشتن غذا دیگر تنقصی نمی‌کشید. از همین شب روزی که ما گلخن افروختیم با امر خدا و با خواست خدا الکی روزها گرم می‌شود و ما با موسم کشت و کار آغاز می‌کنیم و در وادی‌ها الکی پس از جشن صده شیناندن نهال‌ها، کشت کردن زمین‌های کشاورزی که از برف آزاد شده بود، الکی آهسته آغاز می‌شد که این تجلیل جشن صده بود. مثلا این روز مردم اسلاویان در همین شب روزی که ما جشن صده میکنیم اونها هم یک جشن با نام مثلا ماسلنیتسا دارند و همین جشن هم خودی آنها در تاریخ نامه‌هاشون میگن که این جشن هنگام مثلا ضبط اسکندر مکدونی اول بر ریم و بعدا به مردم اسلاویان گذشته است. البته در جشن صده مردم تاجی هم در گذشته دور طعام‌های سیروان پخته میشد و روغن رکن اساسی برای غذانوکی بدن انسان بود و آنها هم در همین شب روز مثلا چالپاک که خودی آنها بلینچ میگن یا بلین میگن از آنها میپزند و به خاندان تقسیم میکنن که گیردی اونها هم رمز آفتاب بود. یعنی ببینید که همه این بزرگی مردم فارس، مردم آریای تبار رو حتی اروپا قبول کرده بود. ولی با آمدن مثلا مغول ها بعدا با آمدن شیبانیان جشن گرفتن صده چندان در سطح دولتی نبود، ولی مردم هم در دوره گوییم که حکومت ترک تباران بعد سامانیان بعد از سلجوقیان همچنین در زمان شوروی جشن صده را به طور پنهان و گاه آشکار جشن می گرفتند
مثلا در بدخشان با نام خیرپیچار یک مراسم پیش از نوروز مشغول بود که همون بازمانده جشن سده بود. یا مثلا چهارشنبه سوری و چهارشنبه اخیرانه که میگفتن 3 چهارشنبه پیش از جشن نوروز جشن از بالای آتش میجهیدن، اونم بازمانده جشن سده بود، اما در شکل وسیع به فراموشی رفته بود و مردم از اون آگاهی هم نداشتند. مخصوصا نسل جوان درباره تاریخ اون، درباره بزرگی اون، درباره رکنهای فرهنگی اون معلومات نداشتند. در نیمه دوم عصر 20 ادیبان و شاعران تاجیک که نهضت بیداری و خودشناسی بالا گرفته بود از همین دوره درباره دیگر جشن‌ها و رسم و آیین‌های ملی ما از قبیل نوروز، سده، مهرگان معلومات‌ها و اشعار گوناگون سروده شد که یک پدیده، یک گام تازه تا زمان استقلال بود و در زمان استقلالیت این جشن‌های ملی ما در سطح دولتی اعتراف شدند و حامی رسم و آیین و فرهنگ ما در زمان استقلالیت و زمان ما اکنون کی است؟ دولت ملی ما تاجیکان. خون جشن سده مخصوص خون الهیده بود. پیش از همه در جشن سده فرقیتش در آن بود که میوه های تر در آنجا قریب که وجود نداشتند. در جشن سده اصلا خشک میوه ها روی خون گذاشته میشدند، چون در این مورد مثلا گرمخانه نبود که سیب ها یا ناک ها یا انگور تر و تازه نگهداری شود. یعنی خشک میوه ها مثلا این قوقی زردآلو و قوقی مورود و خوب فرض کردیم سیب قوق و دیگر گونه که خوش میوه بودند روی خون گذاشته میشدند که رمز اساسی اون گوناگون رنگی بود. و همین خاطر در اونجا مثلا اگر پیدا میشد نان و کلچه‌ای که با آفتاب مانندی داشتند، قیموقین بالای اونها حتما روغن مالیده میشد. یعنی این خصوصیت خاصی جشن سده بود. سر سده شاعران ما سخن زیاد گفتن، اما آنچه با که به یاد من میرسد همون شعر استاد بازار است که میگه زرده رویم را بگیر سرخه رویم را بده، یعنی که منسوب به آتش است و در مردم ما این سنت تا دوران مثلا اعتراف شدن سده همچون جشن ملی هم وجود داشت. آتش فرک داشتیم، در نوروز آتش درگیران داشتیم، یعنی مردم ما با آتش یک پیوند تاریخی و روانی دارند که بعدتر آن با منبع آثار ادیبان دوره نوین در بیان جشن سده گردیده است. چون که ما می‌دونیم در سال اخیر سال 2023 جشن سده در قطار دیگر شاهکاری‌های فرهنگی در دفتر یونسکو ثبت نام شد. خب جشن سده وقتی که پیشنهاد میشد در یک جایی با جمهوری اسلامی ایران به دفتر یونسکو پیشنهاد گردید، چون که امروز ایرانی‌ها مردم آریای تبار هستند. آنها در گذشته دور با ما یک دین و یک زبان و یک آیین و یک کش بودند که همین چیزا رو ما یک جا پیشنهاد کردیم.